در ناحیه واسه جشن صده با شکوه تجلیل کرده شد. با این مناسبت در نمایش محصولات‌های کشاورزی نمایش و فروش نیال‌ها به راه مانده شده در آن نامگوی گوناگون درختان میوه‌دهنده و سایه‌افکن پیشکش ساکنان ناحیه گردانیده شدند. احمد کابلوف از دهه کوچباغ دهاتی به نام خدای رجبوف سالیانی زیاد می شود که به نیال پروری مشغول است. با این نمایش او نوع‌های گوناگون نیال‌ها که خودش پرورش نموده است پیشنهاد کرده است. امروز همی سر انگور، انار، سلیوا، نوک، ناشپوتی، خب انجیر، خب گل صدبرگ یک 6 نمود 7 نمود، آرایشی، ارچه، سوزنبرگ. در شرایط همین اقلیم ناحیه واسه کدام نمودش پرورش می‌یابد؟ در اقلیم همین واسه سوی من سوی پیشپزک، سوی سمیرنکا، سوی زلاتوی، زردولو، خب اولو همیا بهترین است. با مناسبت جشن صده در قطار نمایش کشاورزان از دهات‌های ناحیه محصول دسترنج هنرمندان دهات و شهرک هلبوک به نمایش گذاشته شدند. این محصولات‌ها محصول مهنت کشاورزان میباشند. از ارد گندم، خوراک‌ها و دیگر پخت و پزهای ملی روی دسترخوان مهنت دستی کدبان‌ها بوده. هنگام برگزاری مراسم‌های عیدانه با نظرداشت رعایت قانون، پیشگیری اسرافکاری و کمخرج پخته شده پیشنهاد گردیدند. مسئولین برگزاری این چهاربینی‌ها ابراز داشتند که این نمایش‌ها در تشکل حس ملی نورسان جوانان و بلند برداشتن سویه دانش آنها عاید جشن‌های ملی تاثیر خوب می‌گذارند. صده یکی از جشن‌های عریان‌نژاد خلق تاجیک میباشد که در برابر نوروز، تیرگان و جشن‌های ملی که ما داریم در سطح بلند تجلیل می‌گردد و با صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان عزیزمان آن دوباره احیا گردید و ما آن را با یک شکوه شهامت خاصه جشن میگیریم. صده جشن است که آن پیش از نوروز یعنی 100 روز ماندن به نوروز تجلیل میگردد. یعنی جشن است که جشن دهقانان میباشد که در این جشن دهقانان آمادگی میبینند، تیاری میبینند برای کشت و کار بهاری و این چنین یکی از رمزها و خاصیت خوبی جشن صده این آتش پرستی میباشد. یعنی با این وسیله دور کردن غم و کینه ها از دل میباشد. تاریخ‌شناسان پیدایش جشن صده را به شاه مشهور پیشدادیان هوشنگ نسبت می‌دهند. موافق روایت‌ها شاه هوشنگ به مردم طرز افروختن آتش را آموزانید و جشن صده را بنیاد گذاشت. پیشدادیان سلاله آریا تباران از جمله تاجیکان میباشند. آنها شاهان عدالت پیشه و قانون پرور بودند. جشن صده از قدیم الایام هنگام جشن گرفتن این معنای نزدیک شدن به فصل بهار، آمادگی دهقان به فصل بهار یکی از رزق آفرین مردم میباشد جشن گرفتن می شود و امروز هم در ناحیه ما مهنتکشان ناحیه ما به این جشن ملی و قدیمه ما دسترخوان آوریستند که این شهادت از حرمت و احترام و باز احیا گشتن جشن صده می باشد. در قسمت رسمی چهاربینی بخشیده به جشن صده بعد تماشای نمایش کشاورزان اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه واسه ساکنان ناحیه را بخشیده به جشن عید صده تبریک نموده از مسئولان و کشاورزان دعوت به عمل آوردند که برای آغاز کارهای صحرایی آمادگی ها را جدی به راه مانند. سپس در محیط عیدانه برای مهنت ارزنده از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات با سپاسنامه قدر کرده شدند. در قسمت فرهنگی چهاربینی کارمندان بخش فرهنگ ناحیه با برنامه عیدانه کنسرتی خاطر اشتراکچیان چهاربینی را بالیده گردانیدند. گزارش خواجه نظری خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید